سلام دوستان، روزتون بخیر. با آلینداز خوش اومدید. امروز میخوام درباره انواع PLC هایی که در صنعت استفاده میشن برای شما نکاتی رو ذکر بکنم. ببینید PLC هایی که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرن بنا به اینکه اون پروژه شما دارای چند I/O یا اصطلاحاً ورودی خروجی باشه و نوع این ورودی خروجی ها به چه شکل باشه، یعنی دیجیتال باشه از نوع 0 و 1، آنالوگ باشه یعنی سیگنال های پیوسته‌ای مثل ولتاژ یا جریان، و یا تیپ های مختلفی مثل دیتا ها و داده های سریال باشه. شما بایستی از PLC های متناظر و مناسب برای هر کدوم از پروژه ها استفاده بکنید. ما در صنعت گروه خانواده های PLC مختلفی داریم که اگر بخوام اشاره بکنم به اونها، ساده ترین و جمع جورترین PLC که ما در صنعت داریم PLC های مینی هستند یا اصطلاحاً رله های قابل برنامه ریزی که شما باز در تصویر میتونید ملاحظه بکنید. یک PLC خیلی جمع جور رو شما ملاحظه میکنید در تصویر که ظرفیت ورودی خروجیش 10 تا هستش، 10 تا I/O که همه اینها از نوع دیجیتال هست رو قبول میکنه. از این 10 تا 6 تاش مربوط به ورودی های دیجیتال و 4 تا که در ردیف پایین در حقیقت وجود داره مربوط به خروجی های دیجیتال ما هستش. این مینی PLC برای یک کار جمع جور با تعداد I/O پایین طراحی شده، کما اینکه شما برنامه‌نویسی رو از طریق در حقیقت کابل و سافت‌ور میتونید انجام بدید، نرم افزار انجام بدید، یا اینکه از طریق دکمه‌ای که روش وجود داره و LCD که تعبیه شده برای اینکه شما خطوط برنامه رو ببینید و ورودی خروجی ها رو مانیتور بکنید میتونید برنامه‌نویسی رو انجام بدید. درسته حالا این PLC جمع جور کوچیکه ولی واقعا برنامه‌های پیچیده و کاملی رو میشه با همین مینی PLC اجرا کرد. خب بریم سراغ گروه بعدی خانواده PLC که اصطلاحاً PLC های کامپکت نامیده میشن. اگر تعداد I/O شما یک مقدار بیشتر بشه و نیاز به PLC داشته باشید که تعداد I/O بیشتری رو ساپورت بکنه، شما بایستی سراغ PLC های کامپکت برید. PLC که در تصویر ملاحظه میکنید یک PLC کامپکته که دارای 20 I/O یا اصطلاحاً 20 تا ورودی خروجیه که در ردیف بالای اون یا ترمینال های بالای اون ترمینال های ورودی قرار دارن. 12 تا از این 20 I/O مربوط به ورودی و 8 تا که در ترمینال های ردیف پایین هست مربوط به ترمینال های خروجی هستن که شما میتونید از اونها استفاده بکنید. این PLC توسط یک نرم افزار برنامه داخلش ریخته میشه که توسط یک کابل USB هاست ساده که حالا کابلای پرینتری اصطلاحاً خونده میشه پروگرام میشه. یعنی نیاز به کابل خاصی برای پروگرامینگ نداره. به راحتی شما برنامه و لاجیک و منطقی رو که دارید برنامه‌نویسی میکنید، داخل PLC انتقال میدید و PLC بنا به برنامه شما عملکردی رو خواهد داشت. یک زبانه اصطلاحاً D9 رو ملاحظه میکنید که یک سوکتی هستش که 5 پین در بالا و 4 پین در پایین تشکیل شده از 9 پین و یک در حقیقت سوکت استاندارد بین‌المللی هستش. شما این سوکت رو در PC ها، کامپیوترهای خانگی قدیمی هم پشت کیس داشتید. اصطلاحاً اون رو D9 میگن و دارای دو نوع نری و مادگی هستش که بنا به اینکه PLC شما قراره به چه وسیله‌ای وصل بشه، فرضاً قراره به یک تاچ پنل وصل بشه، قراره به کامپیوتر وصل بشه برای پروگرامینگ یا هر وسیله دیگه‌ای، شما بایستی از یه تعداد از این 9 پین برای پروگرامینگ استفاده بکنه. فرضاً اگر ما یک در حقیقت PLC عمران داشته باشیم با یک HMI از یک برند دیگه و بخوایم این دو تا رو با هم کانکت بکنیم، HMI زیمنس PLC عمران، داخل منوال تک تک این PLC ها ذکر شده که بایستی برای این کانکشن فرضاً پین 2 از این 9 پین شماره 2 رو به 3 طرف مقابل وصل کرد، 3 اینجا رو به 2، 5 رو مثلا به 9 وصل کرد و فرضاً طرف PLC رو 2 به 3 جامپ کرد. ما در حقیقت سوکت های آماده این ماژول D9 از بازار به راحتی میتونیم تهیه بکنیم و کابلش رو بنا به نیازمون بسازیم، وگرنه به قول کابل پیش ساخته‌ای وجود نداره. شما بنا به نیازتون، بنا به پروژه این که از چه PLC و چه HMI استفاده میکنید ممکنه این کانکشن ها متفاوت باشه. PLC کامپکت قابلیت پذیرش تعداد I/O هولوش 500-600 تا رو هم داره توی مدل های کامل و پیشرفته تر. اما اگر تعداد I/O شما بالاتر بره، به قولی کارت های
زیادتری نیاز داشته باشید برای پروگرامینگ، باید یک نسل PLC رو ارتقا بدید یا سراغ دسته دیگه از خانواده PLC ها برید که اونها رو PLC های ماژولار میخونن. خب PLC که شما در تصویر ملاحظه میکنید یک PLC ماژولاره. همونطور که از اسم این PLC مشخص هستش، تک تک کارت های ورودی دیجیتال، خروجی دیجیتال، ورودی آنالوگ، خروجی آنالوگ و سایر کارت های، حتی فرضاً بحث موشن یا کارت های سریال کنار هم چیده میشه، ماژول به ماژول کنار هم قرار میگیره، به هم کانکت میشن و تشکیل PLC کامل رو به ما میدن. این در حقیقت نوع PLC، خانواده PLC اول از همه نیاز به یک کارت پاور داره که شما همونطور که ملاحظه میکنید این کارت ها از هم جدا هستن. یک زبانه ما زرد رنگ در حقیقت بالای کارت ها داریم که اگر این زبانه رو شما باز بکنید کارت به راحتی جدا میشه. همونطور که ملاحظه میکنید کارت اول همه PLC های ماژولار، چه برند عمران، چه برند زیمنس یا هر برند معتبر دیگه‌ای که در بازار مورد استفاده قرار میگیره، کارت پاور ساپلای هستش که تأمین برق PLC رو برای ما انجام میده و خیلی راحت شما 220 ولت رو وصل میکنید به ترمینالش و این برق رسانی از طریق زبانه‌ای که در کنار یا پهلوی این کارت قرار گرفته به سایر کارت ها هم منتقل میشه. شما ملاحظه میکنید کارت های دیگه هم از طریق این کانکشن به هم متصل میشن. کارت بعدی و در اصل میشه گفت مهمترین کارتی که روی یک PLC نقش اساسی رو داره، کارت CPU یا پردازنده مرکزی PLC هستش که شما میتونید اون رو هم ملاحظه بکنید. روی کارت CPU PLC ما در حقیقت ماژول‌های مختلفی رو می‌بینیم که من این رو به شما نشون میدم. همین 9 پینی که ما تو مدل کامپکت داشتیم اینجا هم داریم برای ارتباط با HMI یا کامپیوتر. برای پروگرامینگ PLC که ملاحظه می‌کنید PLC جدید و فکر می‌کنم جزو PLC های 2013 به بعد برند عمران هستش که پروگرامینگ اون توسط باز هم USB هاست انجام میشه و قیمتی نداره، شاید 4-5 هزار تومان شما میتونید کابل رو تهیه بکنید. منتها PLC قدیمی‌تر ماژولار عمران یا حتی PLC های زیمنس نیاز به کابل مخصوص دارن که شاید یه مقدار قیمت بالایی هم داشته باشه و شما رو دچار مشکل بکنه. اما PLC های جدید برندهای معتبر دنیا USB رو ساپورت میکنن و به راحتی شما میتونید با کابل USB برنامه رو به داخل PLC انتقال بدید. باز هم همینطور کارت به کارت کنار هم قرار میگیرن و در حقیقت شما میتونید یک مجموعه کارت رو بنا به نیاز تعداد I/O که توی یه پروژه دارید مورد استفاده قرار بدید. خب من کارت بعدی رو باز میکنم. کارت بعدی کارت آنالوگ هستش که داده های آنالوگ 8 آنالوگ اینپوت در حقیقت میتونید شما به این کارت متصل بکنید، از اون استفاده بکنید که از طریق ترمینال هایی که روی این کارت قرار داده شده شما میتونید سیمبندی این 8 ورودی آنالوگتون رو انجام بدید. توضیحی هم که خدمتتون بدم، این کارت آنالوگ به نسبت کارت دیگه مقدار پیچیده‌تر و کاملتر هستش. یک زبونه خاکستری رنگ پایین ترمینال بلاکی که روی کارت قرار گرفته شده وجود داره که اگر شما اون رو به پایین بکشید و زبونه رو جدا بکنید ملاحظه می‌کنید که ترمینال ها به راحتی جدا میشن و شما سیمبندی رو میتونید خارج انجام بدید، چون اگر قرار باشه کنار هم شما توی این فضای کم سیمبندی رو انجام بدید قاعدتاً با مشکل مواجه خواهید بود. برای راحت شدن این کار ترمینال ها به راحتی در این مدل PLC جدا میشه و شما میتونید سیمبندی رو به راحتی انجام بدید. دیپ سویچ ها یا پتانسیومترهای مختلفی هم چه در داخل چه روی این کارت وجود داره که حالا به قولی به هر کدوم به اقتضاش در ویدیوهای آینده آموزش PLC ماژولار خدمت شما توضیح خواهم داد. بعد از این کارت یعنی کارت آنالوگ اینپوت، کارت‌های دیجیتال، دو کارت دیجیتال فرضاً ما داریم و یک کارت دیجیتال آوتپوت رو که هر کدوم 16 تا I/O رو ساپورت میکنن. کارت بعدی که میخوام خدمت شما توضیح بدم و در انتهای ترین کارت این PLC ماژولار قرار گرفته، کارت دیجیتال آوتپوت یا خروجی دیجیتال و رلی ما هستش که نوع این کارت در حقیقت رلی. همونطور که ملاحظه میکنید اگر من باز هم زبونهای ترمینال های این مدل این کارت رو باز بکنم شما حتی رلی های داخلش رو که حالت رنگ کرم دارن رو ملاحظه میکنید که اگر احیانا این کار در حقیقت رله ها سوخت ما باید برد و باز بکنیم و یک رله رو جایگزین بکنیم که بهتره برای اینکه این اتفاق نیفته ما از رله های اکسترنال خارجی استفاده بکنیم که در
موقع خودش من توضیحات کامل رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب من این کارت رو هم سر جای خودش قرار میدم و به قولی اند کاور ما که نقش خیلی مهمی داره رو و در حقیقت بای دیفالت روی سی پی یو پی ال سی قرار گرفته، ما همواره باید به عنوان کارت آخر قرار بدیم و اگر این کارت قرار نگیره یا اصطلاحاً خط ترمینیت نشه و بسته نشه، PLC ارور میده و شما نمیتونید پروگرامینگتون رو انجام بدید. این کارت ترمینیتور ساده هستش برای بستن در حقیقت کارت های ماژولار. من این کارت رو هم قفل میکنم و کنار هم میچینم و مجموعه کارت های ما کنار هم چیده شد. توضیح رو خدمتتون بدم. PLC های ماژولار قابلیت پذیرش تا 2-3 هزار تا آی او رو در حقیقت دارن و این کارت ها همینطور کنار هم قرار میگیره روی رک. مجموعه این پنل روی یک رک اصطلاحاً یا یک ریل سوار میشه. ریلی که حالا در حقیقت شما میتونید توی استودیو ما هم ببینید قطعات روشون سوار میشن. این رک یا ریل رو ممکنه شما بپرسید که اگه تعداد آی او من خیلی بیشتر بشه ما باید چیکار بکنیم؟ نکته که وجود داره، کارت های مخصوصی هستن توی PLC های مختلف که رک های مختلف رو کنار هم میچینن. فرضاً شما توی این مدل PLC مجاز به استفاده از یه تعداد محدودی از اکسپنشن یا کارت ها هستید. اگر کارت های شما بیشتر بشه شما باید برید به رک بعدی یا ریل و ردیف بعدی. ارتباط ردیف بعدی با CPU شما توسط ماژول های واسطی برقرار میشه که شما میتونید همینطور تا چندین رک رو داشته باشید. اینکه یک PLC چند آی او رو ساپورت میکنه، روی هر ردیف، رک یا ریلش چند اسلات یا اکسپنشن قرار میگیره، همه نکاتی هستن که توی برندهای مختلف متفاوته و تو PLC ها حتی مدل های مختلف یک برند میتونه متفاوت باشه. ظرفیت برنامه‌نویسی و سایر جزئیات نکاتی هستن که در انتخاب یک PLC ما باید اونها رو لحاظ بکنیم. همچنین کابل برنامه‌نویسی هم خیلی حائز اهمیته که هر PLC به چه شکلی پروگرامینگ میشه و نرم افزار خاص خودش. یک مدل PLC دیگه هستش که ما در اینجا سخت افزاری نداریم. PLC های باز پیشرفته تر از مدل ماژولار هستن. اصطلاحاً PLC ها رو PLC های رک مینامن که برای صنایع نفت و گاز یا صنایعی که تعداد آی او ما از 3-4 هزار تا تجاوز میکنه و خیلی بالاه و نیاز به PLC های پیشرفته تری هستیم، از سری رک استفاده میکنیم که اصلا ارتباط ماژول ها یکی کنار هم نیست مثل سری ماژولار. توسط یک بک پلین انجام میشه و اسلات ها روی هم از طریق یک رک مشترک وصل میشن. ایرادی هم که به قولی میگیرن به PLC های ماژولار این هستش که زمانی که شما از PLC ماژولار استفاده میکنید، اگر یک کارت قطع بشه ارتباط PLC با سایر کارت ها هم قطع خواهد شد. ولی در سری رک سری پیشرفته تری هستش، اگر PLC قطع بشه، چون برق‌رسانی و ارتباط دیتا ها توسط یک بک پلین و رک مشترک انجام میشه، این اتفاق نمیفته. امیدوارم در این ویدیو تونسته باشم شما رو اندکی با گروه خانواده های PLC آشنا بکنم و توضیحاتی که داده شد برای شما مفید بوده باشه. البته توضیحات کاملتر پروگرامینگ و برنامه‌نویسی رو شما میتونید از طریق کانال آپارات سایت آلینداس هم دنبال بکنید. با ما همراه باشید. متشکرم از توجه شما.